دوستان به چنل روستریکس خیلی خوش اومدید. دوستان امروز با آموزش شکلیم چجوری نیروی جدید کلش رویال رو رایگان دریافت کنیم همراه شما هستیم. خب شما اول نیاز دارید به یه VPN قوی که من به شما VPN چام رو پیشنهاد میکنم، چون اکثر همه برنامه که داخل این صفحه میبینید من همشون تست کردم و نتونستیم وارد سایت سوپرسل بشیم. خب شما چیکار میکنید؟ وارد گوگل کروم یا اینترنت خودتون میشید و سایت سوپرسل استور رو سرچ میکنید که میشه این آیدی که دارم بالا براتون مینویسم. خب وقتی اینو سرچ میکنید خب با وایسی میسه وقتی اینو سرچ میکنید میایید پایین جای نوشته کلش رویال استور، یه باکس دیگه یه چیزی زده اینجا انجام نوشته کلش رویال. ما با این قسمت کار داریم، روی این قسمت کلیک میکنیم. خب با اینا کاری نداریم، به این قسمت پایین و باید این گزینه سبز رنگ رو بزنید. چون من دریافت کردم برای کلمه دیگه نوشته ولی برای شما می‌نویسه کلایم که یعنی دریافت کردن و گرفتن و اینجور چیزا. شما وقتی این گزینه رو بزنید این نیرو یا کاراکتر جدیدی که وارد مال بازی کلش رویال هستش وارد بازیتون میشه و قسم میاد دقیقاً تو قسمت نیروهاتون. کارت بالیه، بعدی من خودم استفاده نکردم ولی طبق تبلیغات یا تریلرهایی که میمون نشون داده کارت بالی به نظر میومد. ممنون میشم که چنل ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید و خواهشم چنل ما رو به دوستان خودتونم معرفی کنید.